خب اینم از تمیزکاری همون تموم شد. همه جا تمیز جرمگیری کردم، حسابی تمیز شد. اگه خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید و کانال من سابسکرایب کنید. ببخشید نفسم گرفته یکم به خاطر این مواد شوینده‌ای که استفاده کردم، میخورده نفسم گرفته. دستکشام هم که پاره شد دیگه باید بندازمشون دور. اینا برای تو همون بود، فقط دیگه باید بندازمشون دور. اینجا کارم تموم شده بود، اومدم دیدم داره از خودش فیلم میگیره و عشق میکنه. قیافه‌شو خدا فدای تو بشو مامان، فسقلیه من. تموم شد. خب اینجا فکر نکنین تمیز روغنیه یا مکانیکه، اینجا حموم ماست. چرا این شکلی شده؟ همسر من شغلش مکانیک جلوبندی. وقتی که لباس کارشو میشورم کلان حموم نابود میشه و باید به خاطر اینکه بچه کوچیک دارم بعدش حتما جرمگیری بشه، حتما تمیز بشه. دیگه من امروز لباساشو که شستم دیگه گفتم بذار یه جرمگیری اساسی بکنم. دیگه یادم اومد که دستکش دستم نکردم. دستکشم هم به خاطر اینکه مدت زیادی توی حموم موندن یه خورده انگار از دست رفتن، خیلی چیز شده دیگه، نازک شدن. اینقدر که مواد شوینده خوردن و اینقدر که توی حموم موندن دیگه نازک شده و خراب شدن. یه اینجا شروع کردم یه خورده با پودر ماشین لباسشویی کف درست کردم تا لگن و وسایلی که میخوام استفاده کنم و بشورم. لگن آقای فسقلی رو اول شستم که این تمیز بشه، اینو بشورم بیرون بذارم تا دیگه بقیه وسیله ها رو بشورم. شاید از خودتون بپرسید این دبه ها چیه؟ بعضی شاید فکر کنن که موقعی که آب قطع میشه حتما ما آب برداشتیم. نه، اینا دبه آبایی که همسرم پر کرده تا همینجوری توی اینا بمونه، کلور آب در بیاد و برای گلا آب دادن به گلا استفاده کنه تا بهتر رشد کنن و ضرری نبینن. یکی از وسیله ها رو شستم و گذاشتم بیرون تا که توی حموم کاملا خلوت بشه و بتونم راحت‌تر جرمگیری کنم، راحت‌تر تمیز کنم. هرچی که توی حموم بود رو شستم، تمیز گذاشتم بیرون و حموم خالی کردم. و اما این ماشین لباسشویی، اینو پارسال وقتی پسرم به دنیا اومد گرفتیمش مثلا برای لباسای فسخلی، ولی اصلا برای لباساش استفاده نشد و من فقط لباسکار همسرم رو باش شستم و میشورم و همیشم با همین میشورمشون، چون انقدری که کثیف و چرکن، سیاهی و رنگ و روغن ایناست نمیشه. خب به خاطر همین من همیشه دیگه لباساشو با این میشورم و فقط با دست آب کشی میکنم.
اینجوری خیلی زودتر تمیز میشم و منم دیگه انرژی خودم رو نمیذارم برای شستنشون. همون جاییه که ما میریم خودمون رو اونجا تمیز میکنیم، ولی همین همون خودش هم نیاز داره به این که بعضی وقتا تمیز بشه و جایگیری بشه. من بخوام گفتم که خوبه که این لیفت ها رو بشورمشون و از همون ببرم بیرون، پنگ کنم روی شوفاژ ها، یا روی شوفاژ یا جلوی آفتاب تا میکروب زدایی بشه، قشنگ تمیز بشن. پس برای همین همش رو شستم. در ضمن اگه ایرانی باشی یه دونه از این کیسه ها توی حمومتون حتما هستش، چون همه ایرانی از این کیسه ها یه دونه دارن تو حمومشون. خب شستم و آب کشیدم، حالا ببرم روی شوفاژ پهن کنم، چون شوفاژ داغه و این داغ بودن میکروب زدایی میکنه و لیفا حسابی تمیز و براق میشن و دیگه کسی فیبر توشون نمیمونه. چون لیفا طولانی مدت توی حموم میمونن، حتما باید یه بار هر چند بار شسته بشه و بیرون جلوی آفتاب یا روی یه شوفاژ پهن بشه که قشنگ میکروب زدایی بشه، تمیز بشه. یه صفایی هم بدم به اینجا. شامپوهایی که تموم شده و دیگه استفاده نمیشه همه رو انداختم دور و این استند و حسابی با آب و کف تمیز شستم و دوباره گذاشتمشون سر جاشون. حالا نوبت جرمگیری کف حمومه که حسابی جرمگیر ریختم و بعدشم قشنگ فرچه کشیدم تا تمیز بشه. کف حموم خیلی مهمه که تمیز بشه، چون برای مخصوصا ما خانوما خیلی مهمه که کف حموم تمیز باشه. تا کف همون قشنگ جرمگیری بشه یه آب و کف غلیظ درست کردم تا دیواره ها رو بشورم. دیواره ها هم
تمیز بشه، میکروب زدایی بشه، دیگه کثیفی و آلودگی نمونه روی دیوارا. یه خسته نباشید از شما به من نمیرسه. اینم از تمیزکاری همون تموم شد. همه جا تمیز جمع‌گیری کردم حسابی.
خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید و کانال من سابسکرایب کنید. ببخشید نفسم گرفته یکم به خاطر این مواد شوینده‌ای که استفاده کردم یه خورده نفسم گرفته. دستکشام هم که پاره شد دیگه باید بندازمشون دور. اینا برای تو همون بود، فقط دیگه باید بندازمشون دور. دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه و یه روزمرگی دیگه با من. خدا نگهدار.